قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. صدق الله العظیم. دوستان عزیز، اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و ثانیا شما را دعوت میکنم به یک امر بسیار عظیم و بزرگ که او صدقه هست. او کمک به فقرا و مساکین و مستمندانی است که اونها در این زمستان جاری چیزی برای سوختاندن ندارند. مساکین و یتیمانی هستند که مسکنی برای حفاظت از خنک ندارند، چیزی برای سوختاندن ندارند، غذایی برای خوردن ندارند. دوستان عزیز، همه ما و شما در این کاروان خیر، در این امر عظیم و بزرگ سهم بگیریم، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید صدقه چنان گناهان را می سوزاند مانند این که آتش گیاهان را می سوزاند. دوستان عزیز، کوشش بکنیم، تلاش بکنیم تا حد توان خود، حد اقل اگر می توانیم یک روز به یک نفر به اندازه یک روزش بتانیم کمک بکنیم و یک روز او در جای گرم و شکم سیر سپری بکنه، الله متعال اجرش برای من و شما می دهد. و من الله توفیق.